سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم با یک چالش دیگه در بازی استریت آپس. شما وقتی میان بخش پلی باید بیاین این قسمت استوری. شما میتونید بین این 7 آیتم یکیشون رو انتخاب کنید که من اومدم و آیتم آخری یعنی آیتم 7 رو انتخاب کردم که اینجا هم به شما نشون میده زده مرحله 9 آیتم 7 زده 7 خط فاصله 9 یعنی مرحله 9 آیتم 7. خب این مکان فقط توی داخل آیتم 7. شما وقتی گزینه پلی رو میزنید یه قسمت داخل این مپ هست، توی همین مپ این قسمت همینجاه. ببینید اینجا شما میشینید و تیراندازی میکنید. این کسایی که میتونید گانهاشون هم بگیرید. حتی این میره روی دوربین. ببینید چقدر جالبه. حالا اون از اونجا میاد تو و من یکی دیگه هم اینجا. ببینید الان میاد تو. اگه بیاد نیومد من فشنگا رو میگیرم، همون تیرا رو. فعلا کسیشون نمیاد، بهتره من خشاب عوض نکنم و همینجا وای میسی تا انمیا بیانشون. میزین تا اونا نرفتن یه داره اینجا بندازیم و جالبه. 17 نفرن که ما باید اونا رو بکشیم که فعلا من 9 نفرشون رو کشتم. خیلی گیم جالبی است این گیم، همینطور رازها و جاهای مختلفی داره. یه نفر دیگه هم اینجا نه رفت. خب ببینید تا این میره شما میتونید یه نفر دیگه رو اونجا میبینید. ببین الان من یه دونه نارنجک میندازم و اگه باید بمیره. حالا یکیشون داره میاد اونجا. من یکی دیگه شون هم داره میاد همونطور که روی این مپ میبینید. حالا من یه جوان 2 نفر اومدن. اومد تازه اینا بسای جونه. من این فشنگا هم بگیرم 50 تا فشنگ. ببینم اون میاد. حالا اومد اینجا که بندازم میمونه 2 نفره دیگه. من اینجا میاد اینجا. ببینید نیمه نصفه مرد. همینطور که میبینید که 10 نفر کشتیم و ویکتوری هم گرفتیم. همونطور که میبینید پول بهمون داد. ضبط داره 8700 تا هم دلار بهمون داد. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.